هیچ جای قرآن نگفته شما باید فداکاری کنی، از زندگی خودت بزنی، از خوشی خودت بزنی، از جوونی خودت بزنی، از درد خودت بزنی، از زیبایی خودت بزنی، از منبع درآمدت بزنی، از یه هنری یاد گرفتن بزنی، همه رو بذاری پای بچه‌ای که معلوم نیست اصلا بزرگ چه حرف تو گوش بده یا نده، چون اونم یه زندگی شخصی داره. هر کدام از ما یک داستان شخصی داریم، هر کدام از ماها یک زندگی شخصی داریم. هیچ وقت همه زندگی خودتون رو وقف دیگری نکنید. یادتون باشه تو این دنیا هیچ چیزی وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه ارزش اون رو نداره که شما همه زیست و زندگیتون رو فدای مادرانی که پدرانی که همه زندگیشون وقف فرزندانشون، وقف خانوادهشون، از همه چیزشون گذاشتن برای اینکه به داد فرزندانشون برسن و وقتی اونها بزرگ شدن نیازمند توجه، قدردانی و حال اون که هیچ وقت فرزندان آنطور که شاید و باید از پدران و مادران قدردانی نخواهند کرد. یعنی اون توجه